من ساکن شهر خوجم. بابا جان و تحمیل مومن جانم می باشم. فرزندم امردین جان. ما در شهر فدراسیون روسیه شهر کازان 15 سال بود زندگی میکنیم. صاحب 3 فرزند می باشم. فرزندانم از همین خردیش تا اینجانیم در شهر فدراسیون روسیه مکتب میانه ختم کرد. کالج اویاتسیونی رو خونده ختم کرد. و همین روز به آمده رسیدیم که عهد عائله ما همراه شوهرم شتیم مصلحت کردیم که اون پسرم 33 سالی بابای رسید و خلاصه به آمدیم که همین پسرم بیاد در وطن خودمون خدمت وطن رو و دوام تیاد گفته با روزگی خودم، با روزگی خودش، با روزگی اهل پدر و مادرش، باباها همه خشتوار آمدیم که خدمت حربی دوام دارد گفته. فخر میکنم که وطن ما کنج امانی. من فخر میکنم که فرزندای من در وطن ما خدمت میکند. با دنیا فرزند پسرم است و یا همین تیر موها وایبر گرام میبیم و یا با خدمت وطن رو دوام میدهد. من از همه جوانان، از همه پدر مادران خواهش میکنم که نترسیدان مادرها. من حاضر فخر کرده خودم فرزندم دست خودم که تگرا آمدن. همه کجا خوش رو آباد بچه تو نبرات خدمت کرده همین فخری من شما میشد. نترسیده فرزندتون گرام بیتان. جوانان بیایتان خدمت وطن کنتان. شما هیتان شهر ما آباد، وطن ما آباد میشه.